غر میزنم، یعنی به همه تا جایی که بتونم غر میزنم. چرا ظرف تو ظرفشوییه، چرا اینجا اینجوریه، چرا اونجا اونجوریه، غر میزنم. تصور میکنم که یه عالمه شعبه داشته باشیم، مثلا شاید توی شهرهای مختلف، با همین مدل فضا، کتاب و قهوه. امیدوارم که بهش برسیم. چرا کتاب؟ چون کتاب خوندن کار باحالیه، واقعا باحاله. یعنی آدم رو میبره توی دنیایی که شاید هیچ وقت توی زندگی واقعی نتونی بهش برسی. واسه همین به نظرم کتاب خوندن هم راه فراره، هم به آدم یاد میده چجوری از بحران بیاد بیرون. کتابا رو. قهوه‌مون خیلی خوشمزه است. وقتی ازشون میپرسم راضی بودین و اگه انتقاد یا پیشنهاد دارم بهمون بگم، فقط تعریف کنم. بهم گفتن که یکم باید خوش اخلاق‌تر باشم و بیشتر لبخند بزنم.